سلام به همه عزیزان. این غذای ظهره که من برای خانواده تهیه کرده بودم. گفتم حالا یه فیلمی هم بگیرم یه خورده در موردش توضیح بدم. این خورشت خلال یه غذای کرمانشاهیه و حالا دستور پختش با گوشت، البته گوشت گوسفند توی گوگل هستش اگه سرچ بکنید. منتها من این غذا رو بدون گوشت درست کردم و کلا یه غذای گیاهیه، البته پخت گیاهی و ادویه‌ای که حالا سلیقه‌ای من خودم یه خورده ادویه‌اشو جابجا کردم و این چاشنیاشو یه خورده از دارچین و زعفران و یه خورده کم گلاب زدم. بعد عرضم به حضورتون که من این غذا رو با روغن کنجد تهیه کردم. در مورد برنجم یه خورده براتون توضیح بدم، اگه سوالن داشتید میتونید ازم بپرسید. این پیمانه رو میبینید بچه ها، من با این پیمانه یه پیمانه کینوا، یه پیمانه بلغور جو، یه پیمانه بلغور گندم و یه پیمانه یه خورده بیشتر برنج ریختم و همه اینا رو با هم تقریبا 2 ساعت 3 ساعت خیس کردم. بعد اینو آب اضافیشو صاف کردم و یه خوردم خب زعفران زدم. این غذا هستش، گفتم که بیام براتون یه خورده در موردش توضیح بدم. هر حال امیدوارم که درست کنید و نوش جونتون باشه.